نداشتم اون چیزی که من میخوام دیگه. هنوز به تو فکر. سلام. بعد از مدت ها یه ولاگ روزمرگی براتون بذارم. البته خیلی مدت زیادی نگذشته ولی خودم انگار خیلی دور شدم از فضای ولاگ روزمرگی. امروز پنجشنبه است، ساعت 9:10 صبح. چند ساعت مونده به تحویل سال 1404. منم دارم میرم که سبزه بگیرم و سنجد. این دوتا رو ندارم، برم بگیرم و بیام خونه هفت سینمو بچینم، چون که من پسر کوچولوم نمیذاره بمونه مطمئنن و دلش میخواد ور بره با هفت سینه و ایناها. ترجیح دادم که ساعت آخر هفت سینو بچینم، اینجوری هم پسرم راحته هم خودم استرس ندارم و اینجوری بهتره. و یه چیز دیگه هم که احتمالا شاید آدم مخاطبای نکته سنج متوجه تغییر صدام شدن و کیفیت صدا رو متوجه شدن، اینه میکروفونه که همسرم برای عیدی واسم گرفته و من قبل از اینکه سال نو بشه دارم افتتاحش کردم و ازش استفاده میکنم. امیدوارم که از این به بعد کیفیت ویدیوها بیشتر بشه، کیفیت صدا بهتر بشه و شما براتون راحت تر باشه و بیشتر دوست داشته باشید. امسال راستشو بخواین مثل یکی دو سال اخیر من خیلی بابت حالا تمیزکاری و فلان و اینها خودم اذیت نکردم، چون که خب دیگه یه جورایی با وجود بچه خیلی وقتشو ندارم و خیلی هم خونه تمیز نمیمونه، دروغ نگم، و برای همین دیگه ترجیح میدم خودم رو اذیت نکنم. و 2 روز آخر من تصمیم گرفتم تمیزکاری کنم که بدم نشد اتفاقا. اون جاهایی که باید، البته من چون که تو طول سال هم غافل نمیشم از خونه، حالا انقدرم که باید چیز نبود، داستان پیچیده نبود، ولی مثلا پسرم میره سر یخچال یه وقتا یه چیزی میریزه، بعد ممکن اصلا گاهی وقتا اون ریختنه تا مدت ها مثلا من متوجه نشم، مثلا یه گوشه کشو یخچال ایناها مثلا، و تا وقتی که مثلا کشو تخلیه نشه متوجه نمیشم که اونجا کثیف شده. اینجور چیزا هست که سعی کردم تمیز کنم، سعی کردم که بالاخره بازم در این حال این که خیلی فرصتشو نداشتم، ولی خب بالاخره خونه تکونی یه رسم قشنگ ایرانیه و تا حدی که اذیت نشم این رسم هم به جا بیارم. در مورد شیرینی و اینا هم که من قبلا خب خودم درست میکردم. شیرینی عیدم واقعا بهتون گفتم توی ولاگ صرفه جویی های نوروز، هم ساده هستن، همین که خیلی از نظر قیمت وقتی که خودت درست کنی بهتر در میاد، اما خب همونم من هم فر ندارم، همین که واقعا وقت و انرژیشو نداشتم. به 2 جا سفارش دادم شیرینی عید، و البته ما مهمونی نداریم ایام عید، حالا مگه خانواده ها بیان، به جز این مهمون خاصی نداریم، برای همین خیلی هم توی این موردا
چیز نمیکنم. بیشترش راستشو بخواین خودمون خوردیم. الان شیرینیایی که گرفتم تقریبا از نصفم بیشتر خورده شده. عصرا که میشه با بچه ها میشینیم شیرینی میخوریم، جاتون خالی و خورده شده خیلیاش و کی بخوره بهتر از خودمون. و باز میوه و اینا مثل همیشه خرید من بوده، یعنی نیازی نبوده چیز بیشتری بخرم چون مهمون واسم نمیاد. خلاصه که تقریبا کارای عید انجام شده و فقط مونده همین برم سبزه بخرم و ماهی هم من نمیخرم چون بیچاره ها زنده نمیمونن که گناه دارن. خدمت شما که عرض شود. حالا بریم با هم دیگه یه ذره اون جایی که میخوام سبزه بخرم و واسهتون نشون بدم. البته داخل شهر نیست، داخل شهر خب مثل همه شهرهای ایران مطمئنا خیلی جنب و جوش و اینا هست مخصوصا امروز، ولی دیگه خیلی هم شلوغه، از من خیلی زمان میگیره، نمیتونم برم اونجاها. با من همراه باشین. من تو فکرمه که اینا رو بگیرم. خیلی سال گذشت و من هنوز به تو فکر مانی که عاشق تو شاهین بنان دلت دارم تو ماه شب دارم تو قدرت میدونم هرچی شد پیشم باش من قلبم دیدم داشت دنیا ما رو کم داشت داره رو میتونم دردت رو جونم عاشقونه واسه دردم شدم میخونه خب سنجد و سیرم گرفتم. سیرم برای مادرم گفته بود سیر ندارن، ببرم بهشون تحویل بدم و برم خونه برای چیدن 7 سین و کارهای آخر سال و پختن ناهار. بله یه خانوم همیشه باید ناهارشو بپزه. بریم با هم باشیم. واقعا و حقیقتا بریم خونه. بخواستم باقلوا بگیرم که نداشت. اون چیزی که میخواستم صدفی دوست داشتم برای 7 سین بذارم، دیگه ترجیح میدم که همون شیرینی عادی رو بذارم اگه صدفی نباشه. وای 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 وای.
سیب برای حفسینه، بعدن بخور. الان میخوای؟ میرگید دیگه. سمتون سمنو هم بیاریم. سمنو، آی سمنو. اینم سمنو. خب حالا سیب میخواد بسرم، الان براش سیب میارم. سیب سیب و سیب سیب سیبی سیبی. آره برای پسرم سیب وسطشو در بیاریم اول. خب حالا پوست بگیرم. قربونت برم، تو آوردی سیبت غلطه؟ اگه عجله نداری بذار، بعد میرم تو چیزش، تنظیماتش چیز میکنم. تو خود چیز تنظیمات چیز بزنی میاد. اون چیز حسیریه. اوکی اصلشون. خوانندگی رو بلده، ولی اصل کار آهنگساز، شاعر، تنظیم کننده. خیلی ممنون. نظرم یواش یواش داریم چیزش بکنه وقت قطعه چگاهی قطعش کنه آجو. نه چیزی که الان فقط خواستم صورتمون نمیگیره اصلا. چرا؟ بلا کمه بعد صورتمون نمیگیره. خوش درخشید ولی دیدی آن قهقهی کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. که 30 دقیقه شد. چه غزل زیبایی بود. با این شعر زیبا از حافظ بریم به سال نو. شهرام جان لطف میکنید به ما بپیوندید که نزدیک میشیم به سال نو. میخوایم دعوت بکنیم از بقیه خواننده ها بیان روی استیج به ما بپیوندن. 1 اصلا مشغول تو بازیه پسرم.
عیدی آقا جون بوده. عیدی ما یادت من اومدم بعدش براتون کنم